خوب و صحتمند و سرحال باشین. به خاطر دسترسی به پورتال جدید میتونیم از آدرس‌های مختلف استفاده کنیم. با او خاطر ما شما میریم یکی از وب براوزرها را باز میکنیم. مثلا یکی از وب براوزرها را به نام اجما باز میکنیم. وقتی بالاشون کلیک کنیم صفحه برای ما باز میشه. در قسمت URL میشه آدرس پورتال جدید ما را ذکر کنیم که برای ما بعدا صفحه باز میشه و میتونیم ما معلومات خود درج کنیم و داخل سیستم شویم. و خود برنامه جدیدی که ما استفاده میکنیم به خاطر ولایت نیمروز دو آپشن برای ما فراهم میکنه، دو لاگین فراهم میسازه. یک لاگین به خاطر ازی است که کارمندای دفتر میتونن داخل تنظیمات شوند، بتونن یوزر اضافه کنن، یوزر را دیلیت کنن یا هم بسته ها را اضافه کنن یا کم بسازن. به او خاطر میتونیم با آدرس 103 126 12 /admin نوشته میکنیم، انتر میکنیم، صفحه برای ما باز میشه. در قسمت بخش یوزر نیم میتونیم ما شما یوزری که از طرف دفتر، امرای پسوردی که هم از طرف دفتر داده شده داخل سیستم شویم. اگر یوزر و پسورد ما درست باشه داخل سیستم میشیم و هر تنظیماتی که خواسته باشیم میتونیم داخل سیستم انجام بدیم. و طریقه بعدیش که چطور داخل سیستم شویم میتونیم بیایم در قسمت URL nmz ادرس mns.af/admin نوشته کنیم، صفحه برای ما باز میشه. در قسمت صفحه باز شد یوزر و پسورد از پیش ما میخواه. وقتی یوزر و پسورد ما درست وارد کنیم داخل تنظیمات میتونیم شویم.